جان خوردن ما همین رو پیشه کردیم و تمامی دنیا رو گشتیم نه اروپا ما نه یکم جا همه جاش گشتم با پلیسی مایل گشتن راست پیش رونالدو رفتم رونالدو رو دیدم خیلی مسی من دو معقول است برام خنده رفتم بای حبیب بود که حبیب نورمگامدوف همونجا رفتم خاطر اونو کانر میزنه که خیلی بای میکرد او جنگ شونو تماشا کردم دیدی چه جنگ چی یا که ملیسا کاشیره دیگه مال همش با ملیساشونو میدونی چی میگن شریف رنگ یاغونی خمو که میدن شریف میگن شریف اوه شریف برادر برای یاغونی نباشه نه همون نه که رنگ یاغونی شریف میگن ملیساشون شریف میگن این ملیسای پرستای خیلی کوچه میگن کو هم میامورو شریف میگن این ملیسایی که مایور پالکونیک کلون ترکش یعنی اون رو چی میگفته باشن این ملیسای مایدشه که شریف بگن اون ملیسای کلوناشه حکیم محمد شریف السلام علیکم اینا شکو بچه اینا راستی همین میگه آدمی راستی چهرهش خوش دیگه بچه هم سلام گفتم بچه خوش قامت دیگه رحمان شما سوز دیگه سوز رحمان ما همین یک باید میخوام یک کم طرف بحثی درست دیگه بحث دو بالا بریم بیشتر بحث چی بحث میبینی برادر یه سخن میپرسم میرم همین بچه های خوشحال قبل جمع شدیم گفتم که همین مرغی وایکو مرغی کرک همین قبل بچه ها قدی صحبت کردیم همین قبل بحثی شد که هیچ که گفت زده ندونست که مرغی کرک با روسی چی میشه شما ندونستید همین مرغ کرک ها نه او به سواده باشه در دشت میمونید نداری چی بشه مرغ کرک کوریca bez nastreni السلام علیکم السلام علیکم سلام بخیر چی خرساندی تو؟ او خرسان نشم خرم گم شد خرت گم شد چو خرساندی میکنی تو؟ من خرسان نشم برادر امو سورتا هزمتا اورتا اوتا همه خدمت خانه را میکنه چی خیلی تو خرساندی میکنی با جای زیخ شوی برای چی خرساندی؟ برای چی خرساندم؟ خیرته که خودم در بالای خر نبودم نباشه خودم گم میشیدم